بچه‌ها خوش اومدین به یه ویدیو دیگه باور. امروز قراره که شکلات بابل میلکا رو تست کنیم. بچه‌ها این نسخه‌اش کلا خیلی سخت پیدا میشد، منم با مصیبت پیدا کردم. الان اومدیم که تستش کنیم. بازش میکنیم که بریم سراغ شکلاتمون. الان بچه کوچولو هوا گرمه، یه کوچولو آب شده ولی بازم در اون حد وضعیتش خراب نیست. بچه‌ها ببینید چه جوریه، کاملا بابلی، حبابیه و میگن که خیلی خوشمزه است. بریم که تستش کنیم. بچه‌ها شکلاتش خیلی خوشمزه است، یعنی نه خیلی شیرینه نه خیلی هم تلخه، یه شیرینی بالانسی داره، توشم نرم و کیک طوریه ولی کیک نیست و خیلی خوشمزه است. به نظرم با چای خیلی میچسبه. بهش از 1 تا 10 نمره 10 میدم. شما نظرتون چیه؟ حتما تو کامنت ها نظرتون رو راجع به این شکلات بگین. تا دیدار دیگر، بدرود.